نوروز رح سرکفتنا گلانه فلمز اولو ام روژی سالی تازه نوروز هاتوا دی تغمین کرن کو هلبستوان و عالم کرد تفیق محمود حمزه آنگو بناوی تیناس کرن بیرمرد اف سرود دستبکا سالین نوتی دنویساندیه یعنی بریا کو کردستان جالگه زنداگر کر و امپریال و وره پارچه کرن بیرمرد چی وکه به میلیونان کرد مولاد پاریس ده فرق گرینگی و واتیا جشن نوروز ده بویه. به تایبت بشتی که کردستان ده 24 تیرمه ها 1924 ده هاته پارچه کرن دولت انداگر کر جبا کردان بهلینن و اش چند آوان آگونار دور بخن دست به پولیتیقین اسیملاسیونه کرن. دوی چارچوه ده با آوه که اشکره دست آویتن زمان، چند، پرورده، سیاست و دیروکا کرد و کردستانی. همون نرخین که بناو کرد و آنگو کردستانی هاتبون آوا کرن شخولی را کرن. زمان کونار ایگل کرد نه تنه ده سازیم فرمیده لسوگه و مالیجی هاته قدخه کرن. بر همین که چند کرد دن آوا کرن ورگراندن زمان وکه ترکی، عربی، فارسی و هر وکی دن. دیروکا قدیم کردستانی برواشی کرن. بگوتنک دن جبو نفشین نوی کرد لسر کوکا خوشین نبه و تینک یه جبناوی کرد چه هبو هموش هولی را کرن. لدیجی ویزل مایا کرتیا دولت انداگر کر گلی کرد گلک جاران سری هلدا. ده سال 1925 ده سرهلدانا کو پیشنگی شیخ سعید افندی دست بکر لدیجی ذهنیت داگر کری اینکارا اراده گلی کرد سرهلدانا دست بکی بو. دناوا 100 سالین در باسپوی ده وکه وی سرهلدانی لچار آلیان کردستان گلی کرد سری هلدا. بگمان دولتین داگر کرجی با ارمانجا تک برنا اراده گلی کرد و جبوان سرهلدانان تک ببه گلک چاران کمکجی پیکانین. کمکجی هری مزن آقوه که روژا رشکتی دیروکا کردستانی ده 16 آدار 1988 ده جالی رژیم باعث و لدیج خلق باجار حلب چی پیکات. به کمکجی را تک برنا هشمندی تکوشینا که بججنا نوروز را در دکه و هولی هاتبو آرمانج کرن. گلی کرد به تایبت به درکتنا تفگر آزادی کردستانی را لدیجی هشمندی داگر کری و انکاری واته که نول نوروز بار کر. نوروز بواته و روحکی دن پیروز کر. چاوکو کاوایی هسنکار لدیجی ظلمت ده حق پیشنگیش سرهلدانا گلی کرد رکر ده سرده مامد آجی مظلوم دوغان لدیجی ده حقین ظالم این دخوازن گلی کرد تنه بکن ده 1982 ده لزندان آمدی به جروسکا آگری نوروز سری هلدا. جروسکا کوکاوی همدم مظلوم دوغان ویخست ایرو لچار آلیان کردستانی دلی به میلیونان کسی گرم دکه و ریاوان رونی دکه. به تایبت ده 5 سالین داویده گلی کرد لهر دوره کلی دیجی نوروز و گوهران دیا سرهلدان و تکوشینا لدیجی داگر کران. به وی آرمانجه به میلیونان کس ده هرکن قادان و به یک دنگی خودی لحبون ناسنامه چند و دیروکا خویا کونار درد کون. اف هشمندی 100 سالان یا کو و گوهری روح سرهلدانی بخوره کسایت آزاد ده افراندن. هر کسی گلگوری وی هشمندی تف دیگره دبه پارچه یکی تکوشینا لدیجی انکاره گلی کرد. دوی چارچوه ده نوروزا ای سال خودی گرینگیک مزنه. سلاوین ریبر اپو و بانگاوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده جواکی ده بیر و باوری یک مزن دای افراندن. به میلیونان کسین که هریکن قادین نوروزی به دلگرمی که مزن پیروز کرنا جشن وشینه به خودی درکتن الپیام ریبر اپو او سلاف کرن. بگمان جشن نوروزی به قصی که جشنک دیروکی و کوناره هر او قصشی خودی گرینگیک سیاسیه. لو ما پیامگل القادا نوروزی ده ویجالی داگر کران وجی باش وردیتن و نرخاندن. ایدی آشکره یکو گلی کرد تاوی همو سیاست این کار اسیملاسیون و قرقری نجی سری نتاوینه. خودی لحبونا خود دردکوه. وکه پیرمرد گوتیه ام روژی سالی تازه نوروزه. دوی سالانو ده گلی کرد به دادان آگری نوروزی نخشره خویا تکوشین سالانو آشکره کرد. گلی کرد به همو پیکاته این خوین لباکور، باشور، روشلات و روژاوی کردستانی لدروی ولاد نوروزا ای سال دیاری ریبر اپو کرن. لو ما هر کسی که بشتاری وان شاهیان بون به یک دنگی پیام آزادی فیزیکی ریبر اپو دا. افجی آشکره دکه که ای سال آگری نوروزی جبو آزادی ریبر اپو هاته پیخستن. آگری کل توایا کردستانی هاته دادان ویریا تکوشین آزادیش هر دمی بهتر رونی بکه. برونایی ویریا تکوشینه آزادی ریبر اپو و گلی من نزیک بویه.
Bi baweriya ku Newroz rûmeta netewî ya gelên serhildêre rehê serkeftina gelan e. Newroz cejna rizgariya ji zilmê û mayîndekirina jiyana azad e. Cejna hemû kesên dildarên azadiyê pîroz be.